فرایند ساخت یک کشتی کروز یک شاهکار مهندسی است که با دقت و ظرافت بی‌نظیری انجام می‌شود. این فرایند با ساخت بلوک عظیم موتور آغاز می‌گردد. این یک موتور از نوع گاز طبیعی مایع است که تا 25000 اسب بخار قدرت دارد که نه تنها قدرت فوق‌العاده‌ای ارائه می‌دهد، بلکه در مقایسه با موتورهای دیزلی سنتی انتشار دی اکسید کربن را 20 تا 25% کاهش می‌دهد. کف کشتی مانند قطعات غول‌پیکر لوگو مونتاژ می‌شود که عمدتاً بخش‌های فنی و فضاهای پشتیبانی عملیاتی را در خود جای می‌دهد. در این مرحله دو مخزن گاز طبیعی مایع نیز نصب می‌شود با ظرفیت کلی حدود 8000 متر مکعب که برای تأمین سوخت سفرهای طولانی کافی است. پس از تکمیل 1/3 اول بدنه، این سازه عظیم به داخل حوض خشک منتقل شده، آب آن تخلیه و برای ادامه مونتاژ به یک کشتی سازی بزرگتر یدک کشیده می‌شود. در آنجا عرشه‌های مسافربری از کابین‌های هتل مجلل تا رستوران‌ها، مناطق تفریحی و انواع امکانات رفاهی بالا برده می‌شوند. وقتی 1/3 کشتی مونتاژ شد، کل سازه دوباره به بیرون منتقل شده و بخش مرکزی بدنه برای مونتاژ بیشتر به داخل حوض آورده می‌شود. در این مرحله عرشه‌های مسافربری بیشتری اضافه می‌شوند که از بلوک‌های عظیمی به وزن صدها تا هزاران تن ساخته شده‌اند. پس از تکمیل این بخش به طور محکم به قسمت انتهایی که قبلا ساخته شده بود متصل می شود. در مرحله بعد نوبت به قسمت جلویی کشتی می رسد که دارای دهانه‌های دایره‌ای بزرگ با پروانه‌هایی در داخل آنها است که به پروانه‌های جانبی معروف هستند و به کشتی اجازه می دهند هنگام پهلوگیری، چرخش یا حرکت جانبی مانور دهد. در پایین‌ترین قسمت بدنه پیاز دماغه قرار دارد که مقاومت در برابر حرکت را کاهش می دهد، در مصرف سوخت صرفه‌جویی کرده و پایداری را بهبود می بخشد. پس از تکمیل بدنه، کل نمای بیرونی با چندین لایه رنگ محافظ پوشانده می شود و در نهایت سازه عظیم به بیرون منتقل می شود تا برای مرحله بعدی ساخت آماده شود.